درود دوستان، غلبه نورالله علیف و شکست مویب گلوبوف. شروع میکنیم از مویب گلوبوف. مویب گلوبوف در لیگ اکتاگون در نبرد اساسی در قزاقستان برای کمربند متاسفانه شکست خورد از دانیار اونگر، ورزشگر قزاقستانی. و در گرد و اطراف این نبرد خیلی بحث ها هست، خیلی کامنت ها هست که داوران ناعادلانه مویب گلوبوف رو مغلوب کردند، چون که مویب گلوبوف از روی خالها برده بود و از بس که همین نبرد در قزاقستان بود و داوران طرفداری ورزشگر قزاقی دانیار اونگر بودند و غالبیت رو با او تقدیم کردند. دوستان، من این نبرد رو متاسفانه ندیدم، چون که کار داشتم، در کار بودم و فقط در رسانه ها دیدم این رو و خواندم درباره‌اش و درباره همین نبرد از فکری مردم، از فکری بلاگرها و فهمیدم که در حقیقت مویب گلوبوف رو ناعادلانه مغلوب حساب کردند، چون که همه زیاد آدما میگویند که وقتی که نبردی اساسی، اما نبردهای بهترین در قزاقستان میشوند، تو ورزشگری مثلا تاجیکستانی، ازبکستانی، دیگر ملت ها تا حریف قزاقش رو نکاوت نکند، داوران دستی او رو نمیبردارند. و همین خیلی شد. میگن که مویب گلوبوف از روی خالها برد دانیار اونگر رو، باید قهرمان میشد و متاسفانه داوران او رو مغلوب حساب کردند و کمربند در دستی دانیار اونگر قزاقی ماند. دوستان، کدومی که همین نبرد رو تماشا کرده است، فکرتان رو نویسید، چی خیلی در حقیقت بود و فکرهایتان رو نویسید و ما با مویب گلوبوف موفقیت آرزو مندیم و امیدواریم که در نبرد دیگر شاید آنها یک بار دیگر بخورند و مویب گلوبوف دست بالا شود و صاحب کمربند شود. و نورالله علیف حریفش رو شکست داد، مایک دیویس رو، و در گرد و اطراف این نبرد هم خیلی خیدها هستند. خیلی بسیاری آدما میگن که در اول من در ویدیوی قبلی گفته بودم که باید که نورالله علیف گشتین گیرد، چون که مایک دیویس با دست خوب جنگ میکند، راستو خوب جنگ میکند و نورالله علیف باید گشتین گیرد از اول، از یکم راوند، و همین خیلم شد و نورالله علیف همیشه گشتین میگرفت، حریفش رو در زمین میغلطاند و میزد و در آخر یک 5 ثانیه دیگه ماندن میتونست که دستی حریفش رو لد دهد و پیش از مهلت غالبیت رو به دست آورد، ولی فرصت نبود و وقت تمام شد. و به هر حال از حساب خالها 3 راوند نورالله علیف برتری داشت و حریفش رو شکست داد و حریفش در آخر گفت که گپ‌های قبیح گفت بر ضد نورالله علیف. شاید نورالله علیف نفهمید گپ‌هایش رو، یا شاید فهمید و اعتبار نداد به گپ‌های قبیح حریفش و حریفش رو به تاجیکستان دعوت کرد و گفت که در آنجا ما خیلی مهمان نوازیم و میتونی بیای به تاجیکستانی ما. و دوستان، بلاگرهای روس ها هم و کامنت های روس ها هم گفتن که امان نبردی نورالله علیف نبردی خوب نبود، جلب کننده نبود، چون که همیشه گشتین میگرفت و ضربه نمیزد و در زمین همیشه خوب بودن، گشتین میگرفتن. این برای MMA این اونقدر خوب نیست، زیق هست، چون که فقط گشتین میگیرن، یگان چی دیگر نمیکنن، جنگ راستو جنگ نمیکنن و این اونقدر به مردم خوش نمیاد. دوستان، فکرتون رو در این بابت نویسید. و نورالله علیف گفت که وقتی که پیش از جنگ، وقتی که در همون 8 کنجه در اومد، گفت که مربی من گفت که راستو جنگ نکن، چون که حریفت راستو خوب جنگ میکنه، تو باید گشتین گیری، همیشه گشتین گیر و غالبیت رو به دست آور. و نورالله علیف میگه که من خواستم راستو جنگ کنم، ولی مربی من گفت که نه، گشتین گیر، تو باید که غالبیت رو به دست آوری. و من همین خیلم کردم و 3 راوند برتری داشتم و غالبیت رو به دست آوردم. دوستان، فکر خودتون رو نویسید. شما چی فکر دارید در این بابت؟ نورالله علیف جنگ خوب نشان داد یا که برای ما فقط غالبیت مهم بود؟ تمام. و نورالله علیف شاید که بعد این غالبیت در همون ریتینگ UFC در وزن خودشون شاید که در همون سرخط 15 ورزشگران بهترین UFC برقرار گیرد و ما امیدواریم که او گفت که من بنیل داریوش رو میخواهم با او جنگ کنم، با یک ورزشگر ایرانی است. نورالله علیف او رو با جنگ دعوت کرد، با قول روسو ویزف داد و میبینیم و
باز یک ورزشگری انگلیسی است که پنی پیمبلت نورلو الف گفت که من میخواهم با او هم جنگ کنم. میبینیم به هر حال حریفای نورلو الف روز تا روز قوی تر میشوند و پرتجربه تر میشوند و برای همین نورلو الف باید تیاری خوب بیند و آمادگی خوب بیند و همیشه تیار باشد که حریفانش را شکست دهد. برای من مهم نیست که او راست جنگ میکند یا در پرتر گشتین میگیرد. برای من مهم است که نورلو الف دست بالا شود و در آخر قهرمان UFC شود. این یک افتخاری مردم تاجیک می باشد و دوستان فکر شما در کامنت ها فکرتان رو نویسید. این خیلی مهم است برای من. شما چی فکر دارید درباره نورلو الف و در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. نورلو الف رو تبریک کنید برای غالبیتش و